هشدار برای عبدالله، این بار اساتید در معادن امداد رسانی میکنن. یه لودر داریم که دفش خراب شده، یه سنگ رد میکنه زیر قله لودر رو میده بالا و چرخشو باز میکنن. به سختی چرخش در میاد و با تکنیک لوله در آچار شروع میکنن به مهره باز کردن. چقدر این تکنیک خطرناکه، اگه پیچ اونجا ببره اساتید واقعا گرفتار میشن. ولی خب صاحب کرامتن، خیلی براشون مهم نیست، کارو پیش میبرن. تبریک میگم، دف باز شد، میذاره عقب یک کن برسی و حمل میکنه تا تعمیرگاه. به نظر میرسه اون لودره هم که اونو بار زد باهاش اومد تا تعمیرگاه که دوباره خالیش کنه و عجب میاره اینجا باز میکنه روغن و واسکازین و این چیزاشو تخلیه میکنن و اساتید مورچه‌ای حمله میکنن بهش، پیچ میچا رو باز میکنن و مثل یک هندوانه از وسط به دو تکه نامساوی تقسیم میشه، باز میشه، در شکافته میشه و دل و رودهشو میکشن بیرون. و خب دنده له شده رو اینجا نشون میده و میریم برای تعمیرات. در لودرها و کلا ماشینالات معدنی خیلی مرسومه که از گیربکس های پلنتری یا سیاره‌ای یا خورشیدی استفاده بشه. شاید بپرسین چرا؟ چون این گیربکس ها میتونن توی حجم کمتر نسبت‌های خیلی بهتری رو به ما ارائه بدن و همچنین چون تعداد دندانه ها خیلی زیاده میتونن توی بارهای ضربه‌ای که یه دفعه بهش شوک وارد بکنه بهتر عمل کنه، چون سطح مقطع سطح تماسش بیشتره. چون الان دقت بکن دیگه، ببین چند تا چرخ دنده رو هم دیگه میشینن، این سطح تماس بیشتر رو توی بارهای ضربه‌ای و شوکاور خیلی بهتر میتونه عمل بکنه و خرابی رو خیلی کمتر میکنه. و خب حالا این چرخ دنده داخلش هم اینجا با این تکنیک زیبا میکشه بیرون و یه دونه نوشو میخواد بزنه جا. ولی جا زدن نوش خیلی جالبه، با چکش استاد بی‌وجدان میخواد بزنه جا. اون بدبختی که اینو ساخته چقدر فکر کرده، چقدر تلورانس گذاشته، ولی اساتید به این چیزا یه انگشت شست بزرگ نشون میدن. اینو بعد مثلا یکیشو سرد کنه یکیشو گرم کنه تا بیفته جا، ولی اساتید با چکش زد جا دیگه. تبریک میگم، یعنی انگشت شست واقعی رو به سازنده های این ماشین نشون دادن این بی‌وجدانا. دیگه اصل مطلب درست شد دیگه، دل و روده و رق و رودش هم میذارن جاشو، شروع میکنن به بستنش. تبریک میگم، صاحب معدن مجددا داره پولدار میشه. و نکته جالب دیگه هم بودش اینه که این همه چرخنده‌هاشو نو استفاده کردن، یعنی رفتن لوازمیاتی که خریدن آوردن استفاده کردن که خیلی حرکت ناشایسته بود. از اساتید باید یه مقداری جوشکاری میکردن که به دل ما بشینه، ولی دیگه به هر حال جد کار در اومد. حالا دف تعمیر شده رو دوباره میبرن معدن رو میخوان ببندن سر لودر تعمیریمون. خیلی جالبه که تمام این امور باز کردن، ببر تعمیر کن و بیارش توی یه صبح تا ظهر انجام شد. قطعا اگه اینجا بود یه فکر میکنم یه 6 ماهی کار میبرد، ولی اساتید خیلی صورتی عمل میکنن، چرخش هم میاره میبنده سرش. تبریک میگم، معدن ما مجددا راه افتاد، صاحب معدن بسیار پولدار شد. خداحافظ شما. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدی برام کامنت بذار. دایاق خفاشی سپر 207.